السلام علیکم ناتان عزیز. درباره وی و شما یک چیز وی فکر ما ویدیو کن درباره کلیمکس برای زن ها هم هست، برای مرد ها هم هست. چیز زن ها در خیلی کمتر دشوارتر میگذره نسبت مرد ها. زن ها خواهرای عزیز بکنین خودتون احتیاط کنید در وقت کلیمکس. میدونید چیکار باید کنید. از تجربه خودم میگم که فقط به خداوند رابطه سخت داشته باشین. یک کمش دیمش اگر روزتون گرفته روزه نمیشم دشمی پنجشنبه هم خوبه. میدونی برای چی؟ برای که اعصابتون آروم میشه، گرموناتون خوب کار میکنه، بعد چی میگن دلتون نرم میشه، اعصابتون که آروم کشید دل همه جا گردش خون فعال میشه. برای که ما در دختری گینکولوژی خونده دیدیم که بسیار زنها در می وقتی چیز کلیمکس کو دیوونه میشدین خیلیش هوایی. بعد در بالنیسه دیوونه خونه بود خوب رو میکردن. یک شناسم خواهرم همسیف خواهرش هم خیلی شد قریب دیوانه شد. دختره که میدونین 40 ساله برای وقتی که کلیمیک شد مرا فقط بپرس معلمه جون چیکار کنم، اپا فیروزه چیکار کنم. خیلی وضعیت و دورینی بلند میشه، فشاری خون بلند میشه، عصبم وایرونه. تا اینجا اگر زندگی میگم تو دختر تو چوکی دیسی میگم شوهر الحمدلله دوری تا اینجا فرزنده کود شوهر دور زن دور نبیره دور پدر و مادر زنده در وطن. چه طرح چی نمیرسه گفتی کلوب قصبی میشی. من نمیدونم عصبم میگه ویران میشه. همین خیلی شد قریب که چی نغلطیده بگیم دیوانه خونه. برای که دخترک نماز خان که هست بخش چی میکرد این دوره کرده میتونست. برای این به شما گفتم که فقط همین عبادت به خداوند. اینم از مادرم تجربه گرفتگی. مادری مرم 53 در کلینیک شده. یک نفتن که یگون چیز و او چکدگی نیست، یگون نمودی دورو هم خوردگی نیست. مادری من نه یگون بگیم که چیز دکتر در مراجعت کردگی فقط میگفتم مادر رحمتی که می خداوند فقط عبادت میکنی، عبادت رو بجا میاری، تازه میگردی نماز روزه میخوانی، میگی بندگی رو بجا میاری. و چی میگن روز میتونی گرفته شنبه پنجشنبه خوب است بغیر از رمضان. نمیره داشتم گفتم بودم که احتیاط نمی حیات تو اینکه با دیوونه خونم غلطان بودم و بیزی و خیلی دیگه من خودم الحمدلله که همین چیزی مثل مادرم رویا کردم. خودم ساز گذشته است کلیمیکس. ولی من کلیمیکس با آخر رسیدگی نیست، لیکن الحمدلله که خوب گذشته است. آرومی فقط همین گرمی رو خیلی کم کم حس میکنم. گرمی خنک که میشه دیگه یگان چیز حس نمیکنم. در سکوری پاموش بودیم و فیلش گفت که گفتم بری برام هوا تازه بدیم میگن خیلی میشه آدم نفس تنگی میاد. بعد گفت چی بگفتم گرم شدم. گفتم بری برام چی بگفتم ما می چی است. گفتم کلیمیکس میخوام. گفت چی بر اینجا رو سخت نمیشه. گفتم اینجا رو خوب است. او گفت بسیار زمان که وقتی که میخواد گرمی که بیا پریلیف اینجا رو شون سر میشه چی بس نمیشه. گفتم ایمونیته در کسر خیلی کو. بعد فیلشر سکور پاموش گفت که هو گفت گفت درسته. گفت برای نگاوری گفت اطاعت این ارگانیسم نیست ایمونیته این بدن نیست. برای می نوز یادم اومد میرفتم داشتم میگم این چیزو مرا راه میتیه فقط عبادت به خداوند و روزه گرفتن و چی بگم خودتون نگن که طبیعی خودش خچه میگن که توجه ما هر یک کس خودش خچه میگه جای توجه میگم باید باید کال تماشا کنید باشه. برای من نگاه کنم بعد دارم که نگاه که گابزیسته از گمان بد یعنی که طبیعی انسان خودش خچه برای من احتیاط کنین نماز روزه و آرومی. همین روزا که گرفتیم که آروم اجرا میشه که من همین 4 سال که دارم کالج خواندم میدید چی بگن کالج بوده روزادار بودم که همین قدر آروم میرفت میومدم درسام میخوندم امتحانم تیار میدیدم خودم آروم میشه. میگم که شو نکنه به من شما اگر در تجربتون گذارین که روزاداری خطی به روز شنبه پنجشنبه اخوان همین شنبه پنجشنبه روزا گیرین من یکش میگرفتم یک سال را 4 سال گرفتم من الحمدلله که سلامتی همه جا باجا. برای من کلینیکس دم میسوکی روزا زور گنده یاردم میکنه. خیلی گنده یاردم میکنه که با یگان دختر دچار نمیشه. نه با دختری چی میگن زنانه نه با دختری چیز نه با روانشناس محتاج میشین نه با چی میگن پسیخیاتر محتاج میشین. برای چی؟ با الله تعالی رابطتون هست. با الله تعالی میگه که خدا دارم چی پروا دارم میگه خدا دارم توی سر نه رابطتون با هم خداوند مستحکم کنین همه چیتون خوب میشه. کلینیکستون هم آروم میگذره همه چیتون آروم میگذره.
خب خواهران عزیز این سوال باشین لایک و فراموش نکنید.